از جامعه جهانی توقع دارم که درس روش بدم، اطفال بتونم به مکتب برم، مکتب‌های اعمار کنم. پدرم بندیست و پیش ما پیسه میخواست و ما نداشتم. پدرم با 16 سال قیدش کشید. در خانه ما یک کاکا ما سپودر میدن و کتبیبی ما دیگر کسی نیست. دولت مې غوښتنه چې دا باید د مرګ غوښتنو خلک ونیسي، باید دې کار ته پرېږدي چې خلک ماشومان و ځوانان پرې والوزېږي. ما از مسئولین توقع داریم که تا در ترقی و پیشرفت جامعه کوشش کنم و این ملت جنگ زده کمی آباد کنم و این اختشاش‌های هم که هست خاموش کنم. دیگه صلح آرامی باشه. یک پیان اینا پول نداره، داشون میره سرا کار میکنه، پولی که دستی بیارم خرج میشه دیگه کاری نمیتونه، نه قلم میتونه چه خوبستونه نه هم کتابچی. زه دا مشکلات لرم چې درس ویم او هغه تعلیم وکړم. مهاجرت هم تاثیرات منفی داره، به خاطر که اگه مهاجرت کنم اهل رسیدگی کرده نمیتونم برای درس خوندن مکتب. میخوایم که چی شوه خانه جور کنه. ولې به شاګرد په مخ تیزاب واچول شي، ولې ښوونکی مړ شي. دیوانکاری این چیزا زودتر ترقی کنه که ما با آینده چیزی بشیم. تعلیم دا ګټه لري، سبا موږ انجینران سو، معلمان وسو، د وطن خدمت به وکړو. دولت می تقاضا را دارم که جنگلی های شهر کابل گم کنه. پدرم مریض است، کار کردم نمیتونه، در خانه است، در پوسته نان از کرا را بالا میکردیم او میبریم میگیم امی پسی او ماره خوبت نمیتن. دولت خود چیزی که میخوایم نمیتن دیگه چی کنیم، ما بر از یا کمک میکنیم. مکتب درته نه جوړیږي، برقونه هم نشته. میتونیم افغانستان خوب جوړ کنیم که دیگه جنگا نبیم، یا د انګریزان یا د طالبان د دې ځینه لاړ شي. تقاضا من نمیست که کمک کنند ما را در کورس اینطوری چیزا ما را شامل کنند، از پالیسی فروشی سوای ما کنند. این جمع یک کدوم باز ماین زد، باز در شفاخانه بود، باز پای ما قطع کرد. مشکلات اقتصادی دارن جوانای افغانستان. بزرگترین آرزوم در زندگی اینه که یک دکتر. میخوایم دکتر شیم. مکتب خود جون خوندگان. ما بیکار نمیباشم که مکتب دکتر شم، انجینر شم. آرزوم اینه که میرم مکتب درس بخونم. په راتلونکي کې غواړم ډاکټر شم. بزرگترین آرزوم که ما میخوام درس بخونم.